جو اینجا عالیه، شرکت کننده ها عالی هن. یعنی من صدای 40-50 نفر شنیدم تا الان. اولا بچه های گل خیلی با هم دوست شدیم، صمیمی شدیم و اینکه صدای خوب و فکر میکنم خیلی چالش خوبیه این قضیه و خوشحالم که حداقل توی مسابقه دارم شرکت میکنم که صدای خوب توش زیاده. من هنوز به اندشون فکر نکردم ولی صدای خوب خیلی زیاده، بین 10 نفر اول باید باشم طبیعتا، فکر میکنم، امیدوارم. ولی خب صدای خوب زیاده، ما تا همه رو نشدیم، یعنی فکر کنم 80-100 نفریم، من 40 نفر رو شنیدم صدای خوب. حالا طبیعتا بقیه هم صداشون خوبه دیگه، نمیدونم، هیچ ایده‌ای ندارم. امیدوارم که برنده شم، امیدوارم. The Voice من کلا فکر میکنم بیشتر از هم دوست دارم. خب مختص برای آواز صداست و اینکه یه قبلش یه فیلتری قبلش هست، یه صداها انتخاب میشن، این خیلی خوبه و طبیعتا یه لول از یه لولی به بعد شروع میشه. مثل اینکه شما میرین کنسرواتوار درس میخونید، من کنسرواتوار درس میخونم، یه لول به بعد میرین. خیلی خوشحالم که MBC پرشیا این موقعیت رو فراهم کرد، چون من فکر نمی‌کردم به زودی MBC پرشیا The Voice ایرانی هم بذاره برای فارسی زبان. از 7 سالگی یواشکی میخوندم و دوست داشتم خوانندگی دنبال کنم، ولی رفتم سراغ مهندسی. ساز ویولن و گیتار رو تقریبا میزنم. بعد خدمتتون عرض کنم که تو ایران تو ارکستر استاد تیمور پورتراب بودم. بعد از اون که اومدم ایتالیا 11 سال پیش رفتم کنسرواتوار آواز کلاسیک، کنسرواتوار سانتا چچیلیای روم و فوق لیسانس پداگوژی و پیسیکولوژی موسیقی خوندم، تمامش کردم. در حال تو ارکستر تورنچ هستم توی روم به رهبری وحید حاجی حسینی و کلاس آواز سنتی رو دارم با استاد وحید تاج تو ایران به صورت آنلاین پیش میبرم دیگه، چی پیش میاد. ولی همیشه دوست داشتم که سبک‌های مختلف امتحان کنم. این چیزی که الان ببینم تو وایس چیکار میشه کرد. امیدوارم همه چی اوکی بشه. Perché Margherita dolce, perché Margherita vera, perché Margherita ama e lo fa una notte intera, perché Margherita ha un sogno, perché Margherita ha il sale, perché Margherita è il vento e non sa che può far male. من با اجازه دارم میرم و امیدوارم که از برنامه لذت ببرین و اینکه خیلی 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 مخلصیم. چاکریم.